رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید یک سببی کمبغل شدن مردم و بلند شدن نرخ و نوا با چی وابستگی دارد؟ به نبودن موعظه. امر معروف ترک می شود. موعظه ها وقتی ترک می شوند، پند و نصیحت ها وقتی ترک می شود، این گونه بدبختی هم در جامعه پیدا می شود. بلند شوی نرخ، نرسیدن مواد یا کم بضاعتی در مردم از روی کازینو ها پیدا شد. منطقه مکتوم رحمت از روی فاحشه خانه ها پیدا شد، از روی عرق نوشی ها پیدا شد، از روی تنقید عالم ها پیدا شد، از روی غیبت و از روی خیانت پیدا شد، از روی قمارخانه ها پیدا شد، از روی آن خانه هایی که امروز 5-6 دختری تاجیک در داخلش مردهای بیگانه و خودی را قبول دارد و 5 و 10 روز دراز جواب داده ایستادند. با اینها نرخ بلند می شود. دادر عزیز،